بگو چیره نداشتیم بگو چیره نداشتیم نذاشتن یا که نخواستیم اگه اورمه داشتیم دیگه غمی نداشتیم اگه اورمه داشتیم دیگه شکی نبود صدی نبود مرزی نبود و بین قومی ها فرقی نبود جنگی نبود فقری نبود اگه اورمه داشتیم ساکت ماندن جبری نبود جواب سوال حق مرمی نبود قاضی شدن شوقی نبود بعد جای بحث بعد جای جنگ اندیشه مکتب دل عشق اندیشه بود اگه اورمه داشتیم در جای ما دیگه گپ نمیزدن به نام قوم سر نمیزدن به سر خوارا دیگه سنگ نمیزدن اگه اورمه داشتیم جوانا در جوانی دیگه کاشانه را تک نمیکردن بگو چیره نداشتیم نذاشتن یکی نخواستیم اگه اورمه داشتیم دیگه غمی نداشتیم اورمه داشتیم شکی نبود صدی نبود مرزی نبود در بین قومی ها جنگی نبود فقری نبود اگه اورمه داشتیم ساکت ماندن جواب سوال حق مرمی نبود قاضی شدن شوقی نبود بعد جای بحث